پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امامعلی رحمان. محترم اعضای مجلس ملی و وکلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، پیام امساله رهبر دولت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور در بینای نوی مقام عالی قانونگذار مملکت مجلس عالی برگزار می‌گردد. به این مناسبت همه شما وکیلان محترم را تبریک میگویم. سال جاری مردم شهرمند تاجیکستان سیومین سالگرد قبولی نخستین کنستیتوسیای دولتی صاحب استقلال خود را با افتخار و شکرگزاری از صاحب وطنی و صاحب دولتی تجلیل نمودند. کنستیتوسیا همچون سند تقدیرسازی دولت تاجیکان زمینه حقوقی دولتداری مستقل، صاحب اختیاری ملی و رشد همه ساحه‌های حیات جامعه کشور را فراهم آورده است. حالا کشور ما در مرحله نوی ترقیات خود قرار داشته با عملی نمودن استراتژی و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و دستاوردهای نظررس نائل گردیده ایستاده است. در برابر این ناآرامی و نزاع‌ها
در منطقه‌های گوناگون عالم شدت گرفتن مخالفت‌های سیاسی و تحریم‌ها میان کشورهای ابرقدرت، مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد، تغییر آبی اقلیم، اینچنین کنده شدن زنجیره‌های تحویل مال و محصولات و دیگر عامل‌های بیرونی ما را وادار می‌سازد که برای پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها با اقتصادیات کشور تدبیرهای سریع وقتی اندیشیم. در این جاده ما را ضرور است که در زمینه عملی سازی هدفهای ملی امان پیش از همه امنیت ملی و رشد استوار اقتصادی را تامین نماییم و سطح و صفت زندگی مردم را باز هم بلند برداریم. زیرا مردم ما مثل خلقهای دیگر ممالک متمدن حقوق معنوی زندگی شایسته را دارند. این است هدف عالی سیاست دولت و حکومت تاجیکستان. حکومت مملکت با استفاده از همه ذخیره و امکانات‌های موجوده جهت منتظم بهتر گردانیدن شرایط زندگی مردم نقشه‌های بزرگ سازندگی را راه اندازی کرده ایستاده است. سال 2024 حجم مجموعی محصولات داخلی کشور به بیش از 150 میلیارد سامانی و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. قابل ذکر است که در 5 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد ملی به حساب میانه 7.7% را تشکیل داد. جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و عملی سازی لایحه‌های افزایش‌یافته سرمایه‌گذاری دولتی، اینچنین تطبیق نقشه و برنامه‌های ملی، ساحوی و محلی در 5 سال اخیر از حساب بودجه دولت و سرمایه داخلی و خارجی زیاده از 197 میلیارد سامانی روانه کرده شد. برای اجرای نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از حساب صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه و ساکنان باننگ ناموس کشور در 3 سال اخیر بیش از 20 میلیارد سامانی خراجات کرده شد. کارهایی که در این سمت انجام داده شدند و تامین گردیدن نشان دهنده های پیش بینی گردیده رشد اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت و آبادی شهر و دهات مملکت مساعدت نمودند. در دایره نقشه ذکر گردیده در 3 سال اخیر در مملکت بیش از 1,500 انشاءات ساحه معارف، یعنی مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، 660 انشاءات ساحه تندرستی، 480 انشاءات ورزش، 175 انشاءات فرهنگ و فراغت و هزارها انشاءات دیگری استحصالی و اجتماعی بنیاد و به استفاده داده شدند. در همه این کارهای خیر آبادانی سهم صاحبکاران و ساکنان مملکت بسیار بزرگ می باشد. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و کل مردم تاجیکستان برای دستگیری تشبس‌های حکومت
و سهمگذاری در آبادی و پیشرفت مملکت. سپاس و منتداری صمیمی بیان میکنم. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای مشخص، درآمد پولی اهالی از 48 میلیارد سامانی سال 2019 به 147 میلیارد سامانی در سال 2024 رسید. این خدمت خودی وکیلان مردمی هم هست. حکومت در یک جایگی با پارلمان کشور و مردم تاجیکستان به این نشان دهنده رسید و خودتان باید تحلیل کنید، مقایسه کنید. یعنی نشان دهنده مذکور 3 برابر زیاد گردیده، مزد میانه مهنت بیش از 1.8 برابر و اندازه میانه نفقه 1.5 برابر افزایش یافت. تنها در اساس پیشنهاد پیام سال گذشته از اول سال 2024 معاش خدمتچیان حربی، هیئت شخصی قطاری و رهبری کننده مقامات کارهای داخلی، پروکراتورا و دیگر مقامات حفظ حقوق 40% بلند برداشته شد. از ماه ایول معاش خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی استیپندیاها 40% و اندازه نفقه 30% زیاد کرده شد. توسط عملی سازی تدبیرهای ضروری در سطح معتدل نگاه داشتن تورم تامین گردیده سال 2024 3.6% را تشکیل داد. خاطر نشان می‌نمایم که در 5 سال اخیر معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مراتبه سالهای 2020 22 23 24 و در مجموع با اندازه 100% زیاد کرده شد. در این مدت یعنی در 5 سال اخیر سطح تورم یا بلندشوی نرخ‌های استعمالی همگی 29% را تشکیل کرد. یعنی در این دوره معاش، نفقه و استیپندیاها نسبت به سطح تورم به مراتب زیاد گردیدند که بواسطه به کاهش یافتن سطح کمبزاعتی و بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم کشور مساعدت نمودند. با وجود پیشروی‌های ذکر گردیده، حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دار کرده می‌شوند که اجرای سری وقتی و با صفت برنامه و نقشه‌های قبول گردیده و در این زمینه رشد اقتصادی کشور را در سال 2025 در سطح نکم از 8% تامین نمایند. بسیار سالی برای ما مهم است سال 25. بعضا سرعت بنیادی نیروگاه برقی آبی راغو را تیزدانه مانده کار که مبلغ‌های زیادی در کار میشد. مقصد و باز نقشه‌های دیگری هست که عملی کردن مانده کار در سال 2025. علاوه بر این در سال 2025 دایر به مسائل پیشگیری کردن تاثیر خفهای احتمالی به اقتصاد ملی، تشکل اقتصاد سبز، رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی و استفاده وسیع حساب برابر کنی‌های غیر نقدی تدبیرهای مشخص اندیشیده شد. همچنین اداره کنی ثمرناک اقدارهای موجوده، تشکیل کارخانه‌های استثماری و تأسیس دادن جایهای کاری نو، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی و تقویت اقتدار صادراتی مملکت تامین کرده شد. وزارت رشد اقتصاد و سودا در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌ها
و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی با در نظر داشتی عملی سازی هدفهای پیش بینی گردیده تا آخر سال 2025 لایحه برنامه میانه مهلتی رشد برای سالهای 2026 و 2030 را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. در حجت ذکر شده با مسائل رشد سرمایه انسانی، تقویت اقتدارهای استحصالی و استفاده تکنولوژی‌های معاصر، تشکیل استحصال مال و محصولات رقابتناک با ارزش بلند علاوه شده، پیوند علم با استحصالات و تشکل دادن اقتصادی به دانش و اختراع‌کاری و نوآوری اساس یافته توجه اولین درجه ظاهر کرده شود. وکیلان محترم، تشکل دادن معرفت مالیوی شهروندان و بلند برداشتن فرهنگ اندازپاری همچون یکی از عامل‌های اساسی تطبیق ثمرناک سیاست انداز و بودجه از جمله در مسئله گزارش و نظام پرداخت‌های غیر نقدی برای نائل گردیدن به استواری مالیوی دولت و رشد اقتصادی نقش مهم دارد. شاکران یکی از کشورهای ابرقدرت دنیا چنین می‌شمارند که از مرگ نجات یافتن ممکن است ولی از انداز گریختن امکان ندارد، زیرا انداز اساس موجودیت دولت میباشد. در رابطه با این با حکومت مملکت و وزارت اداره داخل سپارش داده می شود که دایر به بلند برداشتن سطح معرفت مالیوی و فرهنگ اندازپاری شهروندان چاره‌های سودمند را عملی سازند. همچنین وزارت مالیه، بانک ملی، کمیته انداز، خدمات گمرک، اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی یکجا با دیگر وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که حل مسائل وسعت دادن استفاده تکنولوژی‌های معاصر رقمی را هرچه زودتر تأمین نمایند. در این روند تا آخر سال 2025 پرداخت‌های غیر نقدی در ساحه‌های بودجتی و خدمت‌رسانی‌های دولتی پررد تأمین کرده شود. در بسیار کشورهایی که من سفر میکنم و می‌آموزم نشاندهنده پرداخت‌های غیر نقدی 80-90% را تشکیل میده. این یکی از راه‌های اساسی تأمین نمودن شفافیت عملیات خدمت‌رسانی به حسابگیری و پیشگیری کروپسیون میباشد. با مقصد قانع گردانیدن طلبات افزاینده اقتصاد ملی و اهالی در 5 سال اخیر از جانب نظام بانکی کشور بیش از 80 میلیارد سومانی قرض داده شده است. جهت ادامه دادن این روند به بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی سپارش داده می شود که حجم پیشنهاد قرض به اقتصادیات را همه ساله زیاد نمایند. نشاندهنده مذکور تا آخر سال 2027 باید به بیش از 100 میلیارد سومانی رسانیده شود. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی برای باز هم بلند برداشتن اعتماد اهالی به نظام بانکی، جلب بیشتر پس‌اندازهای شخصان واقعی و حقوقی و وسعت بخشیدن فعالیت نظام رقمی خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی باید شوره‌جویی نماید. همزمان با این جهت تأسیس دادن فیلیال‌های بانک‌های تجارتی و دیگر تشکیلات‌های قرضی، زیاد کردن پیشنهاد قرض‌ها با فائز نسبتاً پست و تأمین نمودن دسترسی به خدمت‌رسانی‌های با صفت بانکی بخصوص در ناحیه‌های دوردست مملکت تدبیرهای مشخص اندیشید. وکیلان محترم، این یکی از راه‌های با کار تأمین کردن اهالی یعنی فعالناکی اقتصادی مردم
дар мамлакат аст, махсусан дар ноҳияи дурдасти мамлакат. 4-5 ҳазор сомон қарзи имтиёзному мегирад соҳаи занбурӣ, асалпарвариш инкори тез фоида баст, ё чорводорӣ мекунад, ё картошка парварӣ мекунад, ё сабзавоткорӣ мекунад, ё кори косибӣ ҳунармандӣ мекунад. чаро мо дастгирӣ накунем? вакилони муҳтарам, тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. дар 5 солаи мебаъда ҷиҳати пешбурди иқтисоди рақамӣ бояд ба самтҳои зерин диққати аввалиндараҷа дода шавад. якум, такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ. дуюм, то шабакаҳои 5G инкишоф додани инфраструктураи рақамӣ, рушди марказҳои коркарди маълумот, таъсиси махзани мукаммали миллии маълумот. сеюм, рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ташкили махзани ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ. чорум, рушди сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо доир ба технологияҳои иттилоотӣ дар дохил ва хориҷи кишвар ва баланд бардоштани маърифати истифодаи технологияҳои рақамӣ. панҷум, истифодаи васеъи зеҳни сунъӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо ва низоми бақайгирии давлатӣ. шашум, андешидани чораҳо дар самти таъмин намудани амнияти киберии махзанҳои маълумот. ҳафтум, ташаккул додани соҳибкории рақамӣ ва рушди савдои электронӣ. бо ин мақсад вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, адлия, молия, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, бонки миллӣ, хадамоти алоқа, гумрук, кумитаи андоз ва дигар вазорату идораҳо фароҳамсозии асосҳои ҳуқуқиву ташкилӣ, танзими давлати маблағзорӣ, ташкили инфраструктураи иқтисоди рақамӣ, инчунин муносибатҳои иштирокчиёни соҳибкории рақамӣ ва савдои электрониро таъмин намояд. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт, пешниҳод менамоям, ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шаванд. ба вазоратҳои адлия, рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ва вазорату идораҳои дахлдор супориш дода мешавад, ки барои тасдиқи нақшаи мукаммали пайванди инноватсия бо истеҳсолот санади меъёрии ҳуқуқии дахлдорро ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. ҳамзамон бо ин дар низоми таълимии муассисаҳои тамоми зинаҳои таҳсилоти касбӣ равияи омода кардани барномасозон ва дигар ихтисосҳои зарурӣ барои рушди иқтисоди рақамӣ ва барномасозӣ ҷорӣ карда шавад. дар ин раванд муҳайё кардани шароити беҳтарин барои тарбияи кадрҳо, пешниҳод намудани имтиёзҳои гуногун, ҳавасмандгардонии мутахассисони самти технологияҳои иттилоотӣ ва бозомӯзӣ дар муассисаҳои пешқадами хориҷӣ зарур дониста мешаванд. дар робита ба ин пешниҳод мегардад, ки
در زمینه دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواتسیونی شهر کلاب دانشگاه اینواتسیا و تکنولوژیاهای رقمی تأسیس داده شود. با این دانشگاه مقام پایگاهی اساسی تیار کردن متخصصان سمت مذکور داده، علاوه بر این در همه مؤسسات تحصیلات عالی کسبی کشور فاکولته و کافدراهای داخلدار تأسیس داده شوند. وزارت معارف و علم و اگهی اینواتسیا و تکنولوژیاهای رقمی دیگر وزارت و اداره‌های مربوطه در مهلت 4 ماه لایحه سندهای معیاری حقوقی ضروری را دایر به این مسئله تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمود. وکیلان محترم، حکومت مملکت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی کرده ایستاده است. تطبیق اصلاحات در سمت سنجش سوبیکت‌های خواجگیدار امکان داد که تا امروز شماره مقامات سنجش از 31 تا به 23 و سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار از 300,000 سال 2016 تا 42,000 در سال 2024 کم گردد. ببینید چقدر شماره. از جمله مقررات در کودکس انداز دایر بر راه‌اندازی سنجش‌های انداز طبق نظام اداره کنی خفا امکان داده ایستادند که شماره و مهلت گذرانیدن آنها محدود و صفتناکی تامین کرده شوند. طبق معلومات سال 2023 نسبت به سال 2014 شماره سنجش‌های انداز در فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار 2 برابر کم گردیده است. ولی مبلغ‌های در نتیجه سنجش‌ها آشکار و پرداخت شده 4 برابر افزایش یافته. تنها در 11 ماه سال 2024 از حساب سنجش 1150 اندازپرنده به بودجه دولت علاوتاً 1 میلیارد و 640 میلیون سومانی وارد کرده شده است. چون این حالت گواهی رعا نگردیدن قانونگذاری انداز از جانب بعضی سوبیکت‌های خواجگیدار و سطح پست فرهنگ اندازباری آنها می‌باشد. با مقصد دستگیری میبده رشد صاحبکاری ضرور است که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار برای تکمیل دادن معیارهای عمل کننده ارزیابی خفا شماره سنجش‌ها و دوریت گذرانیدن آنها با استثنای خفای انداز باز هم محدود کرده شود. پیشنهاد می‌نمایم که در دوره تکمیل سندهای معیاری حقوقی ذکر شده با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای کاری با همان نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری با استثنای سنجش‌های مقامات انداز تا 1 ژانویه سال 2027 مراتور اعلام کرده شود. بنابراین به کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سپارش داده می شود که یکجا با دیگر مقامات مربوطه در مهلت 1 ماه لایحه سند معیاری حقوقی را عاید به عملی سازی این پیشنهاد تهیه و به حکومت مملکت منظور نماید. همزمان با این کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی در همکاری با وزارت و اداره‌های ساحوی با ذکر معلومات مشخص و دقیق عاید به ذخیره و امکانیت‌های موجوده ساحه‌های افضلیت‌ناک و سمت‌های اساسی بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری کشور در مهلت 3 ماه
стратегияи ҷалби сармояро барои давраи то соли 2040 таҳия намоянд. масъалаи истифодаи соҳибкорону сармоягузорон аз имтиёзи андоз аз фоида ҳангоми бунёди корхонаи нав низ таҷдиди назарро талаб менамояд. ҳоло имтиёзи зикршуда на аз оғози фаъолияти истеҳсолии корхона, балки аз лаҳзаи ба қайдгирии давлати он ҷорӣ мегардад. дар чунин ҳолат қисми зиёди муҳлати имтиёзӣ ба давраи бунёд ва таъзизонидани корхонаи нав, яъне то ба даст овардани фоида рост меояд ва соҳибкорону сармоягузорон аз ин имтиёз пурра бархурдор намешаванд. аз ин рӯ вазорати молия, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва кумитаи андоз вазифадор карда мешаванд ки оид ба такмил додани механизми татбиқи имтиёзи андоз аз фоида барои корхонаҳое ки фаъолияти истеҳсолии навро баромондаанд дар муҳлати 2 моҳ санадҳои дахлдорро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. қобили зикр аст ки дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи давлат ва ҳукумати мамлакат солҳои охир аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорон бунёди иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ вусъат ёфта истодааст. кумитаи меъморӣ ва сохтмон роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон ба сифати сохтмон ва санъати баланди меъморӣ иншооту биноҳои бунёдшаванда ки бояд ба зебогардидани симои шаҳру ноҳияҳо ҳатто маҳаллаҳои аҳолинишини дурдастсимо мусоидат карда ба мардум садсолаҳо хизмат намоянд аҳамияти аввалин дараҷа диҳанд. дар маркази шаҳру ноҳияҳо супориш рафтааст биноҳои баланд ошона ва кӯчаву хиёбонҳо бояд васеъ карда шаванд. бо дар назардошти 100 сол пеш андеша кунед. вакилони муҳтарам, дар доираи ҳадафи стратегӣ оид ба саноати кунонӣ босурат дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонида шуд ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. дар ин давра дар мамлакат беш аз 2040 корхонаи саноатӣ ва 74 000 ҷойи корӣ таъсис дода шуд. танҳо дар соли 2024 740 коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд гардида дар ин бахш дар маҷмӯъ қариб 20 000 ҷойи корӣ ташкил карда шудааст. суръати миёнасолонаи рушди соҳа дар ин давра дар сатҳи 15% таъмин гардид ки бо дар назардошти имконияту иқтидорҳои мавҷуда барои ноил шудан ба ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳанӯз нокифоя мебошад. мо аз рӯи барнома бояд ҳар сол ба ҳисоби миёна то 20% афзоишро таъмин. аз ин лиҳоз ба вазорати саноат ва технологияҳои нав, дигар вазорати идора ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад ки дар ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди истеҳсолоти саноатӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. инчунин ҷиҳати ҳавасманд намудани фаъолияти навоварӣ дар истеҳсолот, васеъ истифода кардани технологияҳои инноватсионӣ ва дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон дар ин ҷода хусусан доир ба коркарди ашёи хом дар дохили мамлакат тадбирҳои фаврӣ роҳандозӣ карда шаванд. тақвияти корҳо доир ба истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва рушди иқтидори истеҳсолии кишвар, баландбардоштани рақобатнокӣ ва гуногуннавъии истеҳсолоти саноатӣ, зиёд кардани ҳаҷми
استحصالات صنعتی کارکرد، افزایش دادن ارزش ایلاوه شده مالهای صنعتی در اساس رشد مجموعه‌های صاحبی ضرور میباشد. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در همکاری با دیگر ساختار و مقامات مربوطه جهت کاهش دادن صادرات اشیاء خام و زیاد نمودن صادرات مال و محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده باید تدبیرهای سودمند اندیشید. هموطنان عزیز، حکومت مملکت با مقصد رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تأمین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی با استفاده از همه امکانات و سرچشمه‌های موجوده، خصوصاً منبع‌های رشد انرژی سبز منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. حالا کارهای تجدید و از نوسازی در نیروگاه‌های برقی آبی نارک و قیراقوم با مبلغ عمومی 6 میلیارد و 900 میلیون سومانی و ساختمان نیروگاه سبزار با مبلغ 700 میلیون سومانی ادامه دارند. تا امروز 2 اگریگات نیروگاه نارک و 3 اگریگات نیروگاه قیراقوم پورا نوسازی کرده شد. سال 2025 با تجدید و نوسازی با 3 اگریگات دیگر در نیروگاه قیراقوم اقتدار آن علاوتاً 24 مگاوات زیاد گردیده به 174 مگاوات میرسد. اینچنین یک اگریگات دیگر در نیروگاه نارک تجدید شده اقتدار آن 40 مگاوات زیاد میگردد و ساختمان نیروگاه سبزار با توانایی 11 مگاوات به انجام رسانیده می شود. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 مگاوات زیاد می گردند. در برابر این سال 2025 در ولایت سوق ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می گردد. امروز بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت بلند ادامه داشته در 2 سال اخیر با این مقصد از حساب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی خرج گردیده است. در مجموع تا امروز بیش از 50% کارهای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به انجام رسانیده شده است. حکومت مملکت با استفاده از همه سرچشمه‌ها جهت سری وقت مبلغ‌زاری نبودن ساختمان این انشاءات استراتژی منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. در این جهت با یک قطار سازمان‌های بین‌المللی مالیوی با شریکان رشد همکاری‌های سودمند جهت جلب مبلغ‌های امتیازناک در حجم 33 میلیارد سومانی یا 3 میلیارد دلار از جمله 12.5 میلیارد سومانی گرانت یا 1 میلیارد و 150 میلیون دلار ادامه دارد. تا امروز سازشنامه‌های مبلغ‌زاری انشاءات نیروگاه با 6 سازمان در حجم عمومی 10 میلیارد سومانی از جمله 3.8 میلیارد سومانی گرانت به امضا رسانیده شده. سال 2025 مبلغ‌زاری از جانب آنها آغاز می‌گردد. از جمله 17 دکمبر سال جاری شورای دیرکتوران بانک عمومی جهانی در خصوصی در مرحله اول جدا نبودن 3.8 میلیارد سومانی گرانت برای ساختمان نیروگاه راغون قرار قبول کرد. اینچنین از جانب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراستراکچوری در حجم 2.9 میلیارد سومانی، بانک اسلامی رشد 1.6 میلیارد سومانی، فاند سعودی رشد 1.1 میلیارد سومانی، خزینه آپک عاید به رشد بین المللی 272 میلیون سومانی و فاند کویتی رشد
اقتصادی عربی 180 میلیون سومانی قرضهای امتیازناک جدا گردیدند. برای توجه و همکاری ها با همه سازمان های بین المللی مولوی و شریکان رشد منتداری مردم تاجیکستان را بیان می نماید. برای تاجیکستان این بسیار دستگیری هم سیاسی است هم اقتصادی است. این بسیار یک کمک و دستگیری مهم ارزیابی می‌گردد. از 3 میلیارد و قریب 300 میلیون دلار 1 میلیارد و 150 میلیونش گرانت است. این دستگیری به واسطه برای مردم تاجیکستان است. از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه‌های دریای وحش نارسایی نیروی برق در کشور پوره برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد. در فصل تیرما و زمستان در هر یک لحظه هر یک ساعت تشویش زحمت مردم تاجیکستان را احساس میکنم. همین را گفتنی هستم که زمستان در پیش ایستاده خیلی بهتر میشود نسبت به این سال، لیکن زمستان 26 و 27 وزمین دیگر پس سر میشد و سال 27 اون طرف دیگر این چیزها در تاریخ خلق تاجیک تاریخ گذشته‌اش میماند. ما این دشواری ها را می‌داریم هم برای مردم تاجیکستان با ساحه اجتماعی هم با رشد اقتصادی دولت این به نهایت مهم است. ما نه گاز داریم نه نفت داریم. وظیفه مقدس ما شما پیش از همه این خدمت صادقانه به خلق کردن است. بنابراین سروزیر مملکت، معاون سروزیر سرپرستی ساحه، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب، دیگر وزارات اداره‌های داخلدار، رهبران جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون، شرکت‌های ساحه و مرکزهای تطبیق لایحه‌ها، عموماً همه ساختمان‌های نیروگاه برقی آبی راغون وظیفه دارند که دایر به تطبیق سری وقتی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی ساحه از جمله لایحه‌ها در سمت پس کردن تلفات برق تدبیرهای مؤثرانه است. در رابطه با این در سال 2025 لایحه برنامه رشد ساحه انرژتیک برقی و صنعت‌های معیاری و حقوقی ضروری ساحه از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره انرژتیک در تحریر نو تهیه و پیشنهاد کرده شود. با کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان و استفاده امکانیت‌های ترانزیتی آن همچون یکی از هدف‌های اساسی رشد کشور پذیرفته شده است. سال 2024 در دایره لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی 155 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوری، 20 پل بزرگ و 3 نقل با مبلغ عمومی 4
میلیارد 4.6 میلیارد سومانی ساخته به استفاده داده شد. 460 میلیون دلار در یک سال. از جمله راههای ماشینگردی راغون، آبیگر، نورآباد با مبلغ 39 میلیارد سومانی با درازی 76 کیلومتر و باختر لیوکان لالازار دغره 69 کیلومتر با مبلغ 800 میلیون سومانی مطابق با معیارهای بین‌المللی بنیاد کرده شدند. سال 2024 تجدید و از نوسازی راههای ماشینگردی دنگره گلستان 50 کیلومتر و گلستان فرخار با درازی 33 کیلومتر آغاز کرد. سال 2025 در حدود ولایت سوخت بنیاد و برقرارسازی 52 کیلومتر راههای ماشینگردی اهمیت جمهوری و بین المللی داشته و در موضع برسم ولایت مختار کوهستان بدخشان 4.5 کیلومتر راه، 550 متر دالانهای ضد ترمه، پل با درازی 82 متر از بالای دریای شارف و پل از بالای دریای غون با درازی 200 متر به انجام رسانیده می شوند. سالهای اخیر تعمیر و ساختمان راههای محلی وسعت پیدا کرده. تنها در سال 2024 از حساب همه سرچشمه‌های مبلغداری خصوصاً با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و مردم تاجیکستان با مبلغ بیش از 1 میلیارد سومانی زیاده از 2000 کیلومتر راههای محلی تعمیر و تجدید گردیده، بنیاد و از نوسازی 23 پل به انجام رسیده است. در یک سال 2000 کیلومتر احسن و جلوی شهروندان باننگ ناموس بسیاری هاشان مبلغ هایی که به هر صرف بکردگی خود را در بنیاد راه ها صرف کردند، در بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی صرف کردند، در بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی صرف کردند. این هم کاری ثواب است. با تجدید و از نوسازی راه‌های ماشینگرد در ظرف 5 سال اخیر طبق ارزیابی فورم جهانی اقتصادی موقع تاجیکستان در رده‌بندی جهانی از روی نشان دهنده صفت راه‌ها در بین 165 دولتی با تحقیقات فرا گرفته شده. از زینه 50 و 44 برآمده نسبت به سالهای قبلی 6 زینه بلند گردید. در برابر این وزارت نقلیات وظیفه‌دار کرده می شود که جهت تطبیق صفتناک لایحه‌های سرمایه‌گذاری سری وقت با رعایت معیارهای معاصر عملی نمودن بنیاد و از نوسازی راه‌های دارای اهمیت بین‌المللی، نگهداری و استفاده درست راه‌ها، تشکل دالان‌های نقلیاتی ترانزیتی و انفراستراکچوری آنها تدبیرهای ضروری را عملی نماید. حاضرین ارجمند، حکومت مملکت رشد ساحه سیاحی را سمت افزایش‌یابی سیاست اقتصادی خود می‌شمارد. شماره سیاحانی که سال 2024 به تاجیکستان آمدند به 1,400,000 نفر رسیده، نسبت به سال 2019 12% افزوده است. ولی نشان دهنده مذکور با امکانیت‌های تاریخی و طبیعی، کوهنوردی، فرهنگی و طبابتی و استراحتی کشور موافق نیست. در برابر جلب سیاحان خارجی به رشد سیاحی داخلی نیز باید توجه جدی ظاهر کرده شود. کمیته رشد سیاحی یکجا با وزارت اداره‌های مربوطه و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی باید جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد سیاحی، خصوصاً بنیاد انفراستراکچور ضروری
тадбирҳои иловагӣ андешид. муҳтарам аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагон, тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат ба мунтазам афзоиш ёфтани истеҳсоли маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ ва беҳтар таъмин гардидани талаботи истеъмоливу саноатии кишвар мусоидат карда истодаанд. нишондиҳандаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз 39 миллиард сомонии соли 2019 ба 73 миллиард сомонӣ дар соли 2024 расидааст, яъне дар 5 сол 1,9 баробар, қариб 2 баробар афзудааст. با وجود این ما را ضرور است که با در نظر داشتن وضع جهان امروزه، تغییرآبی اقلیم، خصوصا کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهم در بسیار کشورهای دنیا، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر شده و بازار استعمالی تمام امکانیت‌ها را برای رشد ساحه کشاورزی سفرور سازد. با حکومت مملکت، وزارت کشاورزی و وزارت اداره‌های داخل‌دار سفارش داده می‌شود که در شرایط بالاروی نرخ‌ها در بازارهای جهانی جهت باز هم بلند داشتن سطح تأمینات اهالی با محصولات وطنی، برنامه امنیت آذوقه‌واری کشور را برای 5 سال آینده قبول و عملی نمایند. بر زمین با در نظر داشت افزایش اهالی مملکت، برنامه از خودکنی زمین‌های نوی کشاورزی در مملکت تهیه و تطبیق کرده شوند. اگر اهمیت داده باشیم، ما در یک چند برآمدهای خود بیان کرده بودند که ما در زمان استقلالیت 173,000 گکتار زمین را برای بنیاد خانه‌های اقامتی به مردم تقسیم کرده دادیم. یعنی ما این زمین را برقرار کردیم. اینم بخواه این نمیخواه، کجا یک پارچه زمین هست ما تخت هموار کرده، آبیاری کرده به اختیار مردم گذاریم. ما امروز درباره کشت تکراری نی، کشت سیوم چهارم فکر کرده نمانده کار، عالمان، کشاورزان ها متخصصان از زمین‌های آبی. اینچنین جهت ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین، بهتر گردانیدن وضع ساحه‌های تخم پروری، نیال پروری، ذات پروری و تامین نبودن رشد اینواتسیونی ساحه باید چاره‌های سریع عملی کرده شوند. همزمان باید با در نظر داشت امکانیت‌های موجوده، مسائل کارکرد محصولات کشاورزی و در این زمینه تامین نمودن رشد صنعت سبک و خوراکواری، تشکیل جاهای نوی کاری، اینچنین نگهداری و افزایش دادن صادرات آن به خارج کشور حل و فصل کرده شود. یعنی ما باید صنعت کارکرد محصولات ساحه کشاورزی را رشد دهیم با تمام راه و واسطه، با واردات تکنولوژی حاضر زمان. هموطنان عزیز، حفظ اجتماعی اهالی در سیاست دولت تاجیکستان مقام خاص داشته، برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم، مبلغ‌زاری از حساب بودجه دولتی همه ساله زیاد کرده میشه. سال 2024 حجم عمومی خراجات ساحه‌های اجتماعی به 19 میلیارد سامانی رسانیده شد که نسبت به بودجه سال 2023 بیش از 2 میلیارد سامانی زیاد بوده، 43% حجم عمومی خراجات بودجه دولتی را تشکیل میده. در این ضمن حکومت مملکت در سمت تأسیس دادن جاهای نوی کاری، بلند برداشتن مزد مهنت، نفقه و استیپندیه ها، اینچنین زیاد نمودن درآمد پولی اهالی منتظم تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. با مقصد باز هم بهتر نمودن
سطح نیکوآوری مردم کشور و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی سپارش می‌دهم که از 1 سپتامبر سال 2025 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30% زیاد کرده شود. معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجتی اینچنین استیپندیاها 20% زیاد کرده شود. مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود. حد اقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. در برابر این از 1 سپتامبر سال 2025 نفقه‌های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد یعنی ایندکساسیا کرده شود. حکومت مملکت به رشد ساحه معارف توجهی اولین درجه می‌دهد. با وجود کارهای تا امروز در ساحه معارف عملی گردیده با حکومت مملکت، وزارت معارف و علم و رهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که با در نظر داشت افزایش اهالی و زیاد گردیدن شماره کودکان و نورسان تدبیرهای مشخص اندیشه. یعنی در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌زایی و با در نظر داشت هدف گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن سال تا مکتبی، بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی را تأمین نمایند. رهبران ولایت‌ها و شهرنایه‌ها در 5 سال آینده با در نظر داشت افزایش اهالی برای در هر یک محل اهالی نشین که 100 عائله زندگی می‌کند حتماً بنیاد کردن یک مؤسسه تا مکتبی تدبیرهای ضروری اندیشه. در صف پیش مای شما بدرمانده کار اگر هر کدام مای شما تشبوس گرفته رفته در یک دیه دوردست، در یک ناحیه دوردست کوهستان، در آن جایی که نه مؤسسه تا مکتبی نه مؤسسه تعلیمی است، اگر خود ما تشبسکار شیم تالار 1,500 هر دیش اجرا می شود.
در 10 سال آینده شماره خوانندگان مؤسسه‌های تأسیسات عمومی باز بیش از 1 میلیون نفر زیاد می‌گردد. خود من همین سال 136,000 ختم کردن، 240,000 به صنف یکم وارد شدند. بینین چقدر با کودکان جای نشست در کار. امروز در ساحه معارف مملکت 8 برنامه دولتی و 2 استراتژی درازمدت تطبیق شده ایستاده است که بر رشد و انکشاف تعلیم و تربیت، عملی‌گردانی اصلاحات ساحه، دستگیری مکتب و آموزگار، تألیف کتاب‌های درسی نسل نو و تکمیل مضمون و مندرجه تحصیلات مساعدت می‌نماید. همچنین با این مقصد در ساحه 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 4.6 میلیارد سومانی تطبیق شده ایستاده است. طی سالهای صاحب استقلالی در کشور 3670 مؤسسه نوی تأسیسات میانه عمومی، 262 مؤسسه تا مکتبی و 35 مؤسسه تأسیسات عالی کسبی ساخته به استفاده داده شد. جدا مقایسه کنید دو رقم هست. بعضا تحلیلگرها هست حساب میکنند. اگر سال 1991 در تاجیکستان 3229 مؤسسه تأسیسات عمومی با 1,300,000 نفر خواننده فعالیت داشته باشد، پس امروز 4037 مؤسسه از جمله 170 لیسه و گیمنازیا یعنی مؤسسه‌های تعلیمی تیپ نو فعالیت می‌نمایند. ما در بالا گفتیم که ما 3670 مؤسسه تیپ نو بنیاد کردیم در 33 سال. از 3229 بود. ما قریب که انامین اکثریت همین بنای مؤسسه‌های تعلیمی کهنه را نو کردیم. شماره عمومی خوانندگان آنها بیش از 2,300,000 نفر را تشکیل می‌دهد. سال 1991 در کشور همگی 13 مؤسسه تأسیسات عالی کسبی با 69,000 دانشجو فعالیت می‌کرد. حالا شماره این مؤسسه‌ها با 48 و دانشجویان آنها با زیاده از 214,000 نفر رسیده است. رقم ها را من میگم، شما نوشته گیرید، در روی شما در کار میشود که ما در ساحه علم و معارف چکار کرده ایستادیم، چکار کردیم. امروز در کشور 65 لیسه کسب‌های تکنیکی یعنی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی با 23,500 خواننده و کورس‌های کوتاه مدت کسب آموزی در نزد آنها با 12,000 خواننده. اینچنین 88 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی کالج‌ها با 106,000 دانشجو فعالیت دارند. علاوه بر این در زمان صاحب استقلالی بیش از 117,000 جوانان با استعداد مملکت برای تحصیل و دانشگاه‌های با نفوذ 42 کشور پیشرفته جهان فرستاده شدند. 117. امروز 42,400 نفر جوانان ما در 42 دولت مترقی جهان تحصیل علم دارند که 13,000 نفر یا بیش از 30% آنها دختران می باشند. باید گفت که در زمینه تحصیلات عالی مسائل سطح و صفت تعلیم، درجه کسبی آموزگاران و استفاده تکنولوژی‌های معاصر از جانب آنها جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی در روند تعلیم، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی، همکاری‌های بین‌المللی، تبادل علمی آموزگاران و دانشجویان، کارهای علمی و تحقیقاتی و تدبیرهای تربیوی
ҳанӯз ба тақвият ниёз доранд. аз ин лиҳоз ҳукумати мамлакат роҳбарони вазорати маориф ва илм, академияи миллии илмҳо, академияи таҳсилот ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ доир ба ин масъалаҳо бояд тадбирҳои муассир андешида, рушди босуботу устувори муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро дар солҳои наздик таъмин намояд. роҳбарони муассисаҳо, ман ба шумо ҳама вобаста аз роҳбар аст, аз роҳбарияти вазорати маориф, ҳукумати мамлакат аз шумо вобастагӣ дорад. миллатро босавод касб омӯзед. ҳамин хеле як коғази хушку холӣ ҷавонона фреб додан дар кор нест. ақл додан дар кор, дониш додан дар кор, касбу ҳунар омӯзондан дар кор, забонҳои хориҷиро омӯзондан дар кор. мусаллам аст ки рушди маориф бо пешрафти соҳаи илм пайванди ногусастанӣ дорад. мо соли 2024 бо аҳли илм ва маорифи кишвар ду маротиба мулоқот карда мушкилот ва дурнамои соҳаро ҳаматарафа таҳлилу баррасӣ намудем ва барои ислоҳи вазъ дастуру супоришҳои қатъӣ додем. ҳоло амалисозии онҳо тибқи нақшаи чорамилиҳои таъсисшуда бо маром идома доранд. ба роҳбарону масъулони соҳа таъкид месозам ки доир ба иҷрои босифат ва саривақтии дастуру супоришҳои додашуда ҳатман пурсида мешавад. ҳатман. илова бар ин вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, академияи миллии илмҳо, комиссияи олии аттестатсионӣ, академияҳои соҳавӣ ва дигар сохторҳои марбутаро зарур аст ки барномаи давлатии тайёр кардани кадрҳои сатҳи баланди илмӣ барои солҳои 2021-2030-ро дар муддати 2 моҳ таҷдиди назар карда ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва вусъат ёфтани ҳамгироии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ, талабот ба мутахассисоне ки сатҳи касбияти баланд дошта забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд, рӯз ба рӯз меафзояд. бинобар ин зарур аст ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зинаи таҳсилоти томактабӣ баро монда шавад. вазорати маориф ва илм вазифадор карда мешавад ки ҷиҳати таҷдиди назар кардани стандартҳо ва нақшаву барномаҳои таълимӣ, ворид намудани воҳидҳои нави кори омӯзгорони забонҳои хориҷӣ, таҳияи маводи муосири таълимӣ, истифодаи босамари технологияҳои рақамӣ, усулҳои навини омӯзиши забон ва такмили маҳорати касбии омӯзгорон чораҳои қатъӣ андешанд. ҳамеша дар хотир бояд дошт ки ҳамаи пешравию пирӯзии ҳар як давлат ва ҷомеаро мактабу маориф ва илму дониш таъмин мекунад. масалан, ман як кишвареро медонам, омӯхтам ки чандон бузург нест. масоҳаташ аз кишвари мо хурдтар аст ва бойгарӣ зиёд надорад, ҳатто оби ошовида надорад, вале аз лиҳози иқтисодӣ ва технологӣ бисёр пешрафтаву нерӯманд аст дар ҷаҳон. зеро ин давлат ҳар сол фақат аз фурӯши идеяҳо ва кашфиёту ихтироот ки маҳсули ақли шаҳрвандони он мебошад, 35 миллиард доллар фоидаи соф ба даст меорад. саҳми хонандагони мактабҳои миёна дар ҳамин кишвар дар ин дастовард, яъне ихтироот, 1 миллиард долларро ташкил медиҳад. идеяи мактабачаҳо, хонандаҳо, харидорони ин идеяҳо асосан ширкатҳои бузургтарини дунё мебошанд. дар баробари ин бояд гуфт ки сабаби асосии бадбахтии ҳар як миллат ба давлат эътибор надодан
و صفت مکتب و معارف سرلنگاری کردن به تربیت کودک از خردسالی و فراهم آوردن محیط مساعد برای تعلیم و تربیت می باشد. یعنی تا وقتی که تمام جامعه به مکتب و نظام معارف روی نآورد، ملت دستنیگر، خارزار، تحقیر گشته و افراد آن مائل به همه گونه جنایت‌های سنگین و پیشگویی نشونده باقی خواهد بود. از ما هم بعضا پیدا میشوند در این. اگر بینتون اون تعلیم و تربیت نگرفته است، حتی از عائله تربیت نگرفته است. از این لحاظ میتوان خلاصه کرد که صفت دولت نه به شماره اهالی بلکه به صفت اهالی وابسته می باشد. بنابراین تشبث در این سمت باید پوره در دست دولت باشد. محض برای همین هم من از روزهای اول راهبری خود با مسئله علم و معارف اعتبار دائمی و اولین درجه می دهم. اگر ما امروز کادرهای بلندپایه می داشتیم، همیشه بروز ولی 20% 30% زیاد کردیم، همه قرصنگ میزنه خسته معاش و نفقه و دیگر هم خیلی اقتصادیات. اگر ما به اقتصاد رقمی میگذاشتیم، با غیر نقدی میگذاشتیم، حاضر من باوری کامل دارم بودجت امروزه ما 2 برابر زیاد درآمد میگیره. دو برابر. ما نیاز به کادرها داریم. دیپلم زیاد، صدها هزار داده ایستادیم. عالمان و شمارشان بد نیست، لیکن متخصصی اصیل نداریم. انگوش شمار اختراعکار نداریم. برای این کار کرده مونده، زحمت کشیده نموده. شاعقتی نه، شاعقتی یگان نتیجه به دست نمیاره. اگر ما خدمتچی دولتی باشیم، ما اعضای حکومت باشیم، ما وکیل مردمی باشیم، مردم باور کرد ما شما را انتخاب کرده است، ما عالما باشیم، زیایا باشیم، ما دیگر وظیفه نداریم. تنها یک وظیفه داریم، خدمت به خلق کردن. چگونه ما با خلق خدمت میکنیم؟ با مردم کار کردن مانده کار، راه نشان دادن مانده کار. دولت به دروازه نمیشود. دولت کنستیتوسیون خود را دارد، قانونهای خود را دارد، رسم و آیین و فرهنگ خودش دارد. تمام دنیا همین است. اگر این نباشد انارشیا میشود. دیده ایستاد دنیا در چه گپ شده ایستاد است. دیده ایستاد دولت ها از بین رفته ایستادند، پارچه پارچه شده ایستادند. در ما هم بود سالهای 90. فراموش نکنید. خطر و تهدید حالی هم دور رفتگی نیست. وکیلان محترم، حاضرین گرامی، اقدامات در زمان صاحب سلالی عملی نموده حکومت مملکت بر رشد فرهنگ، حفظ میراث و عنعنه و سنت و ارزش‌های ملی و در نتیجه بر روند بالاروی سطح معنویات جامعه تکانی بزرگ باشد. در رابطه با این بار دیگر تاکید میکنم که فرهنگ هستی ملت است. ببینید، یک زبانی ما، زبان شیوای شیرینی شاعرانه تاجیکی، یک نوروزی
عجب نوروزی که امروز بین المللی گشته است ما را از قرن تاریخ 6000 سالها با امروز آورده رسانده است. چگونه خدمت نکنیم؟ چگونه ما شما با این ملت، با این فرهنگ، با این تاریخ خدمت صادقانه نکنیم؟ سلامت باشید. اگر سال 2000 از بودجه دولتی برای ساحه فرهنگ و ورزش همگی 13 میلیون سامانه جدا شده باشد، پس در سال 2024 این نشان دهنده 1 میلیارد و 716 میلیون سامانه را تشکیل داد. طی 33 سال استقلال دولتی در کشور 18 تئاتر، 50 قصر فرهنگ، 14 مکتب صنعت، 126 کتابخانه، 61 باغ فرهنگ فراغت و 20 آثارخانه بنیاد کرده شد که امروز همه آنها به مردم تاجستان خدمت کرده است. تنها در 3 سال آخر در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی 167 انشاءات فرهنگ و فراغت بنیاد از نوسازی و از تعمیر اساسی برآورده شد. امروزها از حساب مبلغ‌های بودجه دولتی ساختمان و برقرارسازی 14 مؤسسه ساحه فرهنگ ادامه دارد. از جمله ساختمان بینای وزارت فرهنگ و تئاتر ملی در پایتخت مملکت با صورت ادامه دارد و ما نیت داریم که آنها را در روزهای جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار دهیم. تا امروز ما کتابخانه ملی ساختیم برای 10 میلیون نسخه کتاب. بزرگترین کتابخانه ملی در سابق اتحاد شوروی است. شبکه‌های مخصوص تلویزیونی تشکیل نمودیم. بیش از 100 یادگاری تاریخی و فرهنگی درجه ملی و بین المللی را تعمیر و از نوسازی کردیم. بعضنش تا 3-4 مراتب تعمیر و از نوسازی کردند. اگنتی اوید به حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تأسیس دادیم و بسیار کارهای دیگر را به انجام رسانیدیم. من این کارها را برای آن گفته ایستادم که رهبران شهر و ناحیه‌ها عبرت گیرند و اندیشه کنند. مؤسسه‌های ساحه فرهنگ باید در مرکز دقت آنها قرار داشته باشد، زیرا فرهنگ ملی که ضعیف شد جایش را فرهنگ بیگانه پر میکند. 80% اهالی در دهات زندگی میکنند. اگر شرایط نداشته باشند با کجا روند؟ صنعتکاران ما تمام دنیا را گشتند. تمام اکثریت دولت‌های متمدن را دور زدن، یک بار و 2 بار نه. جشن مولانا که در یونسکو در روزهای در خود همین سال جشن گرفته شد، امروز در تمام دنیا پهن گشته زمزمه ایجادات مولانا را. با وجود این حالا در کشور 75 مؤسسه صدمه‌ای و 368 مؤسسه تعمیر طلبی ساحه فرهنگ وجود دارد که این مسئله حل فوری را تقاضا می‌نماید. با وزارت فرهنگ و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها دستور داده می‌شود که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی کمبودی و مشکلات جای داشته ساحه را پررو برطرف نمایند.
намояндагони ҳукумат дар шаҳри ноё навишта гиред ва назорат кунед, ташкил кунед. роҳбарони шаҳри ноё вазифадор карда мешаванд ки дар ин муддат дар маркази ҳар як шаҳри ноёи мамлакат барои истеъдодҳои наврасу ҷавон як мактаби мусиқӣ сохта ба истифода диҳанд. назорати иҷрои дастури мазкур ба зиммаи дастгоҳи иҷроии президенти мамлакат вогузор карда мешавад. мо дар соҳаи фарҳанг истеъдодҳои зиёде дорем ки гулчин ва тарбия кардани онҳо вазифаи мо шумост. дар 6 сол дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман 21500 нафар иштирок карда қариб 500 нафари онҳо соҳиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. дар озмунҳои дигар аз ҷумла фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм фуруғи маърифат ва тоҷикон оинаи таърихи миллат низ то имрӯз 2,60,000 нафар шаҳрвандони кишвар хусусан наврасону ҷавонон иштирок карда қариб 1000 нафар соҳиби 6 ҷоиза, ҷойҳои намунавӣ ва ҷоизаҳои пулӣ гардиданд. рӯзи анҷумани ҳизб як духтари деҳотӣ соҳиби 6 ҷоиза гаштааст. як духтари деҳот аз деҳот. ҳоло донишҷӯ офарин. тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо юнеско ба хотири гиромидошту арзгузорӣ ба нобиғаҳои миллат, ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ва муаррифии шоистаи онҳо дар арсаи байналмилалӣ талошҳои пайваста ба харҷ медиҳад. моро зарур аст ки ҳифзи арзишҳои таърихию фарҳангии миллати худ ва муаррифии боз ҳам бештари онҳоро дар арсаи байналмилалӣ ҳадафмандона идома диҳем. бо ин мақсад вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва фарҳанг маводи заруриро вобаста ба таҷлили 2550-солагӣ эъломияи ҳуқуқи башари кӯриши кабир омода ва ба юнеско пешниҳод намоянд. ҳозирини гиромӣ, ҳукумати мамлакат барои таъмин намудани фаъолияти босамари муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ва баландбар доштани сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ тадбирҳои заруриро амалӣ гардонида истодааст. дар соли 2025 барои соҳаи тандурустӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ 4,3 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст ки нисбат ба соли 2024 840 миллион сомонӣ зиёд мебошад. бо вуҷуди корҳои амалӣ гардида, баробарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода мешавад ки дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон ҷиҳати то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ пурра бартараф намудани мушкилоту масъалаҳои муассисаҳои тандурустӣ тадбирҳои мушаххас андешид. тайёр намудани мутахассисон ва бо кадрҳои баланди ихтисос, таъмин намудани муассисаҳои тиббӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ва афзалиятноки соҳаи тандурустӣ мебошад. ман зимни вохӯриҳои худ масъалаҳои норасоии мутахассисон, паст будани сифати доруборӣ ва истифодаи самараноки таҷҳизоти ҳолизамони тиббиро борҳо таъкид карда будам. таи чанд соли охир мо бинои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро ки кормандони он дар шароити бисёр номусоид фаъолият мекарданд, инчунин биноҳои ду муассисаи бузурги таъсисоти олии тиббӣ, донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ва донишгоҳи давлатии тиббӣ дар вилояти Хатлонро бо беҳтарин шароит бунёд карда ба истифода додем. инчунин
دهها بیمارخانه و دیگر مؤسسه‌های طبی را که 70-80 سال پیش ساخته شده بودند تجدید و از نوسازی و با تجهیزات زمانوی تأمین نمودیم. عموما در 33 سال صاحب استقلالی غیر از تعمیر و تجدید مؤسسه‌های موجوده ساحه تندرستی با استفاده از همه امکانیت‌ها 3076 مؤسسه نوی طبی بنیاد کرده شد و بنیاد کرده ایستادیم مخصوصا در ناحیه‌های دوردست کوهستان کسالخانه‌های شهری ناحیه‌های آنها را پوره از نو بنیاد کرده و استفاده داده ایستادیم با نوبت. رهبران مسائل ساحه وظیفه دارند که برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته تامین نمودن رشد با مرام ساحه و تربیت کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای ضروری اندیشیده خدمت رسانی‌های با صفت طبی و فعالیت با ثمر مؤسسه‌های طبی را تامین نمود. هموطنان عزیز، با شغل پرمحصول تامین نمودن اهالی یکی از هدف‌های استراتژی دولت معین گردیده است. در زمان صاحب استقلالی در ساحه‌های مختلف اقتصاد کشور بیش از 4.1 میلیون جای کاری تأسیس و برقرار کرده شده است. با مقصد تنظیم ثمرناک بازار محنت، ضرورت تهیه سیاست فعال شغل اهالی و مکانیزم‌های ثمربخش تشکیلی و اقتصادی بنیاد جایهای نوی کاری در همه ساحه‌های اقتصادیات به میان آمده است. از این رو با شغل پرمحصول تامین نمودن اهالی همچون یکی از هدف‌های استراتژیکی باید زیر توجه دائمی تمام ساختارهای دولتی و بخش خصوصی قرار داده شود. در این زمینه حکومت مملکت، رهبران وزارت اداره‌ها، رئیسان ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها وظیفه دارند که تمام امکانیت‌ها را برای در 5 سال آینده در همه ساحه‌های اقتصاد ملی تأسیس دادن بیش از 1,400,000 جای کاری نو سفربر سازند. علاوه بر این در مدت 2 سال برای پوره به کار درآوردن کارخانه‌هایی که از فعالیت باز ماندند چاره‌جویی کرده عاید به کارهای انجام داده شده به حکومت مملکت حسابات دهند. از حساب جوانان آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و با جای کار تامین کردن آنها یکی از وظیفه‌های مهمی باشد. برای حل این مسئله وزارت‌های محنت، مهاجرت و شغل اهالی، رشد اقتصاد و سودا، معارف و علم، کمیته عاید به تأسیسات ابتدایی و میانه کسبی، دیگر وزارت و اداره‌های مربوطه باید برنامه میانه مهلتی برای ساحه‌های اقتصادیات مملکت تیار کردن کادرهای صاحب اختصاص را از حساب جوانان تهیه و عملی نمود. در سالهای صاحب استقلالی در اکثر شهر و ناحیه‌های کشور مرکزهای تعلیمی کلانسالان تأسیس داده تا امروز در آنها بیش از 700,000 شهروندان با آموختن کسب و هنر و زبانهای خارجی فرا گرفته شدند. در این دوره زیاده از 1,100,000 نفر ساکنان کشور در مؤسسه‌های تأسیسات ابتدایی کسبی و مرکزهای تعلیمی کلانسالان با آموختن کسب و هنر و زبانهای خارجی فرا گرفته شدند. علاوه بر این امروز در 54 مؤسسه کسب آموزی کلانسالان 80,000 شهروندان با آموختن کسب و هنر مشغول می‌باشند. تنها در 1 سال اخیر 4 مرکز کسب آموزی و خدمت رسانی و رشد ملکه‌ها مورد استفاده قرار داده شد که فعالیت آنها در صاحب کسب گردانیدن شهروندان و با سرتیفیکت بین المللی تامین کردن کسب آموزان نقشی مهم خواهد داشت. حالا ساختمان باز 2 مرکز ادامه داشته سال آینده به استفاده داده می شود. مرکزهای ذکر شده می توانند در 1 سال بیش از 8,000 نفر
ساکنان مملکت را به کسب آموزی و زبان آموزی فرا گیرد. یعنی سرتیفیکت آنها تمام دنیا را قبول کرده می شود. بعد ختم تمام دنیا. این روند با در نظر داشت همه ساله افزایش یافتن شماره اهالی قابل مهنت باید تقویت داده شود. با مقصد صاحب کسب نمودن اهالی کشور و رقابت ناگردانیدن قوه کاری، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی وظیفه‌دار کرده می شود که یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و در همکاری با شریکان رشد در همه شهر و ناحیه‌های سر اهالی کشور تأسیس دادن مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی رشد ملکه ها را تأمین می‌کند. تا همون متخصصانی که دهقانایی که با باغ‌ها دیگر یک تأسیس کردن سیستم قطره آبدهی قطعی همون تعلیم میده. بین یا شرایط‌های درجه بهترین است برای کسب آموختن جوانان. و من سن سال را نگاه نمیکنم. خواهشمندان میتوانند در اینجا بکنند. تعلیم در این مرکزها مطابق با استانداردهای بین المللی برای مانده هر سال در آنها فرا گرفتن نکم از 120,000 نفر شهروندان تأمین کرده شود. علاوه بر این کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی در 5 سال آینده به 210,000 نفر رسانیدن آماده سازی متخصصان کسب و کار گوناگون را با صفت بلند در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تأمین نمود. یعنی در 5 سال آینده در همه مؤسسه‌های ذکر گردیده بیش از 1 میلیون شهروندان باید با آموختن کسب و هنر و زبان‌های خارجی فرا گرفته شوند. با در نظر داشت روندهای معاصر، وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کارهای خارجی، رشد اقتصاد و سودا، جهت حل مسائل گوناگون سمتی مهاجرت مهنتی و دیگر مسائل در این سمت موجوده تدبیرهای سودمند شد. وکیلان محترم، در قلب جوانان همچون قوه اساسی پیشبرنده جامعه بیدار نمودن حس وطندوستی، وطنپرستی، ارزگذاری به زبان، تاریخ و فرهنگ و تمدن ملی، بلند برداشتن نقش و موقع آنها در جامعه از جمله وظیفه‌های مهم دولت و حکومت میباشد. جوانان قشر فعالترین جامعه و ادامه دهنده کار و پیکار نسل کلانسال میباشد و محض آنها مسئولیت فردای کشور صاحب استقلال خود را به دوش خواهند گرفت. ما افتخار داریم که جوانانمان نسبت به وطن مهر و محبت صمیمی دارند. وطن را صدقاً دوست می‌دارند. به ارزش‌ها و مقدسات ملی ارج می‌گذارند. اراده مستحکم دارند و سیاست پیش گرفته دولت و حکومت مملکت را با حس بلند ملی و احساس خودشناسی و خودآگاهی دستگیری می‌کنند. ما از جوانان کشور امید بزرگ داریم. تشبس‌های سازنده‌شان را منبع نیز همه جانبه دستگیری می‌کنیم و از فعالیت آنها به خاطر رشد و تحکیم دولتداری ملیمان همیشه قدردانی می‌نماییم.
حالا 61% شماره عمومی کارمندان را در کشور جوانان تشکیل می‌دهند. این نشان دهنده در خدمت دولتی 49% میباشد. ما منبع نیز به جوانان همچون نیروی با اعتماد و تکیه‌گاه استوار توجه خواهیم کرد، زیرا آینده ملت و دولت از آنها وابسته میباشد. در برابر این جهانی پرتضاد و ناآرام معاصر، جوانان کشور را وادار می سازد که از تحولات با سرعت سیاره همیشه آگاه باشند. خود و همسالانشان را از تأثیر مفکوره رادیکالی و افراطی و خرافات پرستی امین نگاه دارند. برای حفظ استقلال و آزادی سرزمین اجدادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی همیشه آماده باشد. وابسته به این بار دیگر تاکید می سازم که خرافات جهالت است و جهالت به جامعه تنها بدبختی می آورد. ما شاهد هستیم. ما شما امروز شاهد هستیم. باور دارم که جوانان وطن دوست ما منبع نیز با علم و دانش‌های زمانوی، کسب و هنرهای معاصر و سعی و تلاش نوجوانان خود برای رشد علم و اینواسیون و باز هم تحکیم یافتن نفوذ کشورمان در عرصه بین المللی سهمی ارزشمند می‌گذارند. ما به خاطر تأمین سلامتی اهالی، خصوصا نورسان و جوانان، تبلیغ طرز حیات سالم، عمومی‌گردانی ورزش و معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی ساحه ورزش را نیز همچون سمت مهمی فعالیت دولتداری دستگیری می‌نماییم. با این مقصد در دوام سالهای صاحب استقلالی بیش از 10,000 انشاءات ساحه ورزش بنیاد کرده شد که نسبت به 70 سال ساخت گذشته 10 برابر زیاد می باشد. مثلا نگاهبین و در حالت خوب نگاه داشتن آنها باید همیشه در مد نظر رهبران شهر نایاها و مسئولین ساحه باید باشد. ما از قبول گردیدن پیشنهادمان از جانب سازمان ملل متحد توسط قطعنامه مخصوص اعلان داشتن روز جهانی فوتبال و دستاوردهای ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانه المپیک پاریس 2024 افتخار می‌کنیم. اینچنین جهانی شدن گشتین ملی تاجیکی نیز باعث افتخار و شرف و در عین زمان مسئولیت ما در سمت معرفی بیشتر آن در داخل و خارج کشور می باشد. هموطنان عزیز، در فرهنگ و تمدن ما تاجیکان عزت و احترام زن مادر همیشه جایگاهی خاص دارد. ولی باید گفت که مقام و منزلت زنان و بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه محض در زمان صاحب استقلالی واقعاً بالا رفته است. حالا در کشور 25% خدمتچان دولتی، 73% کارمندان ساحه معارف، 71% کارمندان ساحه طب، 47% کارمندان ساحه فرهنگ، 37% عالمان
و 30% صاحبکاران را بانوان و زنان تشکیل می‌دهد. امروز برای بیش از 110,000 نفر صاحبکاران اصحاب بانوا است. در زمان صاحب استقلالی زیاده از 280,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی را ختم کردند، یعنی صاحب معلومات عالی گردیدند. از آغاز جاری گردیدن کوتای پرزیدنتی، یعنی در 28 سال اخیر 11,600 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. علاوه بر این زیاده از 35,000 دختران و بانوان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای خارجی را ختم کرده صاحب معلومات شدند. حالا همین شب روز از 214,000 نفر دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور 90,000 نفر یا 42% را دختران تشکیل می‌دهند. ما شما شاهد هستیم از آزمون‌هایی که فروغ صبح دانای کتاب از سر کرده. در تمام آزمون‌های جمهوری بیشتر کیا اشتراک می‌کنند؟ دختران، بانوان، کودکان. بیشتر جایزه ها کی می‌گیرند؟ بانوان. ما با عزم اراده و مسئولیت شناسی بانوان و دختران تاجیک همچون نیروی بزرگ جامعه اعتماد کامل داریم و دستگیری همه جانبه آنها را ادامه میدیم. سال جاری من با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین کشور ملاقات مخصوص دایر کرده وابسته به مسائل مهم حیات جامعه مفصل و گشاد و روشن ابراز نظر نموده. در ملاقات ذکر شده بار دیگر اندیشه های خود را عاید به مضمون و ماهیت و ضرورت و منفعت قبول قانون های ملی درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک مفصل بیان کرده. باور دارم که بانوان و زنان و مادران و دختران عزیز ما در عملی سازی طلبات و مقررات قانون‌های ملی، پیشگیری کردن بیگانه پرستی از جمله سر و لباس و آیین‌های برای مردم ما بیگانه با کمال رسانیدن نسل‌های سالم، تحکیم صلح و ثبات در جامعه، پیشرفت دولت و آبادی وطن منبع نیست سهمی ارزشمند خود را می‌گذارد. زیرا آنها احیا کننده و نگاه دارنده و ترغیب کننده و پاسدارنده بهترین سنت و عنعنه‌های ملی و رسم و آیین‌های اصیل و باستانی خلقمان میباشند. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، برای ما شما مقدسترین چی است؟ اگر مادر نمیشد ما شما در همین تالار بودیم؟ همه خلق ملت ها با پیغمبر حضرت محمد را مادر زن به دنیا آفرید. پیغمبران و صحابه ها همه انسان را زن مادر می آفرید. ما میبینیم که در بعضی کشورها چقدر بی‌اعتنایی نسبت به مادران است. چرا؟ برای چی؟
ما چرا دوست نداریم؟ ما تاجیکان در عرفیان میگویند وقتی انسان را پدرش از دنیا گذشت میگویند که نیم یتیم شد. وقتی مادرش گذرد اگر به شرطی میگد یتیم شد. هر کدام ما خردسالیتان را به یاد بیارین در آن وقتی که صاحب عقل گشتین چگونه از مادر مهربانی شنیدید، چگونه مهربانی شنیدید، چگونه غمخواری دیدید. آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند یگان شخص دیگر کردن نمیتواند. من این سخن را برای آن گفته ایستادم، مخصوصا به جوانان، به مردها، جوان مردها، نسبت به بانوان، نسبت به زنهای خود، نسبت به مادران خود، نسبت به دختران به اعتنایی نکنید، به حرمتی نکنید. آنهایی که پدر و مادر ندارن، برادر و خواهر و اپا و دیگر دارن، همه وقت فرزندی پدری را فراموش نکنید، اکا و دادری را فراموش نکنید، اپا و خواهری را فراموش نکنید. و مردان، پسران همه وقت بعد سر پدر و مادر از حال و احوال اپای خواهران خود باخبر شوید. چون که آنها زن هستند، آنها مادر هستند، بسیار برادران خود را دوست می‌دارند. آنها هیچ چیز زیاد طلب نمی‌کنند. یک مراتبه در شکشاده در آمدن برای همون بس است. دیگر هیچ چیز زیادتی طلب ندارند. از 100 سوزنداروی طبیب یک مراتبه به خانه اپا و خواهر در آمدن برادر هزارها بهتر است. دنیای شده است که مردم، عزت احترام مردم، دوست داشتن انسان به نهایت از بین رفته ایستاده است. برادر، خواهر، اپا، عائله، پدر، مادر و در مجموع جامعه باید نسبت به یکدیگر با عزت و احترام باشیم، خوش معامله باشیم، با صبر و تحمل باشیم، زبان شیرین داشته باشیم، مدنیتی بلند داشته باشیم. ما میگم ملت فرهنگی هستیم، انا مدنیت و فرهنگ قدیمی باستانی تاجیکی را نشان دادن. در جاهای سخت سنگینی دست یکدیگر را گیریم، کتفمان هم گذاریم، نترسیم. حاضرین ارجمند، مهلت وکالت مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به آخر میرسد. برای فعالیت پرثمر و اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان منتداری صمیمی خود را اظهار می‌نمایم.
با فرمان پرزیدنت مملکت از 4 دکامبر سال 2024 انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس های محلی روز 2 مارس سال 2025 تعیین گردید. انتخابات در پیش ساده باید طبق کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری تاجیکستان شفاف و آزاد و در سطح بلند برگزار گردد و انتخاب کنندگان نامزدهای ارزنده خود را انتخاب نمایند. در رابطه با این تاکید می‌نمایم که رشد استوار اقتصادی و اجتماعی مملکت، ثبات سیاسی و آرامی و آسودگی مردم تاجیکستان از تامین امنیت ملی وابسته میباشد. ما یک جای کوشش کردیم در کار که انتخابات در سطح بلند بگذارد، یعنی تامین نمودن امنیت دولت و جامعه در شرایط امروزه ضرورت و اهمیت اولین درجه دارد. حکومت مملکت و ساختار و مقامات مربوطه در این سمت تمام چاره‌ها را می‌اندیشند. از جمله با مسائل آماده کردن متخصصان به طلبات شرایط معاصر جوابگوی برای مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی، بلند برداشتن سطح کسبیت و مهارت و ملکه آنها، اینچنین تحکیم و تقویت پایه‌های مادی و تکنیکی جزو تام‌های حربی و مقامات حفظ حقوق من بعد نیز اعتبار اولین درجه داده می شود. در این جاده مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم سمتی افضلانک به شمار می رود، زیرا این ظهورات حالا با خطر گلوبالی مبادل گردیده تمام اهل بشر را به تشویش و نگرانی آورده است. با در نظر داشت این وضع ماه می سال 2018 با تشبث تاجیکستان و در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان و کشورها در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند در موضوع مقاومت با تروریسم و افراطگرایی خشونت آمیز که نام روند دوشنبه را گرفته است برگزار گردید. در این همایش تاجیکستان موقع استوار خود را در خصوص برآمدن همکاری‌های گسترده و هم آهنگ شده بین المللی ابراز نمود. زیرا هم آهنگی فعالیت در مقیاس بین المللی و منطقوی به ایجاد مکانیزم با اعتماد مبارزه مشترک بر ضد خوف و تهدیدهای امنیتی مساعدت می‌نماید. حاضرین محترم، وضع نارام و روندهای پرتضاد و مرکب در منطقه‌های گوناگون جهان که پیامدهای بحرانی سیاسی و اقتصادی دارند همانا باعث نگرانی می‌باشد. گذشته از این، جامعه بین المللی هنوز در مسیر دریافت راه‌های مناسب حل خوف و تهدیدهای گلوبالی مربوط به تغییر اقلیم قرار دارد. با در نظر داشت این عامل‌ها ما را ضرور است که ضمن پیشبرد سیاست خارجی سعی و تلاشمان را در همبستگی با جامعه جهانی برای رسیدن به هدف‌های سازنده جهت پایداری صلح و ثبات و توسعه همکاری‌های گوناگون جنبه تقویت دهیم. اشتراک فعال در روندهای جهانی با مقصد حل مسائل عمده اهل بشر از اولویت‌هایی است که در سیاست خارجی تاجیکستان راه اندازی می‌گردند. ماه ایون سال جاری در دوشنبه کنفرانس سوم بین المللی در ساحه آب دایر گردید. کشور ما در ادامه تشبث‌های سازنده خود در عرصه بین المللی دایر به پیشبرد موضوعهای آب و اقلیم سال 2025 در همکاری با سازمان ملل متحد میزبان اولین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخا خواهند بود. ما باید همکاری‌ها را در سمت آب و حفظ پیریخا بررسی پیامدهای تغییریابی اقلیم و کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی
در دایره امکانیت‌های موجوده ادامه داده جهت تقویت همکاری‌های بین المللی در قالب روند آب دوشنبه تدبیرهای ضروری اندیشیم. استراتژی کشور ما ضمن رشد و توسعه مناسبت‌ها با دولت‌های آسیای مرکزی منبع نیز در زمینه حسن اعتماد و صمیمیت با هدف مساعدت در تحکیم فضای صلح و ثبات و تأمین نمودن رشد و پیشرفت مشترک در منطقه بنیاد می‌گردد. تاجیکستان توسعه مناسبت‌ها را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل از اولویت‌های سیاست خارجی خود می‌داند. تاجیکستان در زمینه سیاست خارجی درهای گشاده و تجربه همکاری بیش از 13 ساله با کشورهای اروپا، امریکا، آسیا، خاورمیانه و دولت‌های دیگر قطعه‌های دنیا آمادگی خویش را جهت ادامه تحکیم مناسبت‌های گوناگون جنبه با آنها هم در سطح دو جانبه و هم در قالب‌های بسیار جانبه اظهار می‌کند. با این مقصد ما از توسعه رابطه‌ها بخصوص در سمت‌های رشد اقتصاد سبز، حفظ محیط زیست، تکنولوژی‌های نوین، جلب سرمایه و تجارت استقبال می‌نماییم. می‌خواهم مخصوص تاکید نمایم که مسائل وابسته به حمایت حقوق و آزادی، شأن و شرف و منفعت‌های شهروندان تاجیکستان در خارج کشور از وظیفه‌های افضلیت‌ناک دولت میباشد. تاجیکستان همکاری‌های سازنده و قابل دورنما را در دایره سازمان‌های بین المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین المللی مالیوی و شریکان رشد گسترش می‌دهد. در این راستا کشور ما رابطه‌های خود را با سازمان همکاری شانگهای، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دسترس جمعی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی و دیگر ساختارهای مربوط به روابط بسیار جانبه وسعت بخشیده جهت ادامه اشتراک فعال در روندهای جهانی و قالب‌های گوناگون بین المللی تلاش می‌ورزد. ما منبع نیز برای رسیدن به هدف‌های معین گردیده و توسعه همکاری‌های سازنده و درازمدت با همه کشورهای عالم و شریکان بین المللی خود تدبیرهای ضروری می‌اندیشیم. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، در پیام امروزه رهبر دولت دستاوردهای نائل شده تاجیکستان تا این وقت‌های آخر خصوصا در 5 سال گذشته بیان گردیده. همچنین وظیفه‌ها برای تحکیم بخشیدن و افزون گردانیدن آنها و برطرف نمودن مشکلات و مانعهایی که در حیات جامعه و دولت ما موجودند مشخص کرده شدند. می‌خواهم با افتخار و قناعتمندی اظهار نمایم که دستاورد و پیشروی‌های تا امروز نائل گردیده ما پیش از همه نتیجه تلاش و زحمت مردم شریف سربلند کشور می‌باشد. بنابراین با تمام مردم سربلند و شرمند مملکت برای زحمت اهلانه و صادقانه و صافدلانه سپاس و منتداری صمیمی بیان می‌نمایم.
در برابر این خاطر نشان می سازم که اجرای وظیفه های گذاشته شده و برطرف نبودن کمبودی و مشکلات موجوده از تمام خلق تاجیکستان و در نوبت اول اعضای حکومت، وکیلان مردمی، رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، خدمتچیان دولتی، اهل ضیاع و فعالان جامعه زحمت و تلاش باز هم بیشتر را تقاضا می‌کند. ما وظیفه داریم که به خاطر پیشرفت دولت صاحب استقلالمان، آبادی وطن اجدادیمان و منتظم بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی هر یک خاندان مردم شرافمند تاجیکستان هر روز و همیشه سعی و تلاش نماییم. خصوصاً ما باید تمام سعی و تلاش خود را به خاطر عملی نمودن کارهای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی پیش بینی گردیده، یعنی آبادی وطنمان، پیشرفت دولتمان و باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی مردممان روانه سازیم. ما باید مثل همیشه سرجم و متحد باشیم. وطنمان را صدقاً دوست داریم. آن را صاحبی کنیم. حس بلند ملی داشته باشیم. از تاجیک بودن خود افتخار نماییم و دائم در فکر فرزندان خود خوشبختی و آسایش آنها، آبادی وطن، ملت و دولتی خویش باشد. من به آینده درخشان تاجیکستان محبوبمان اعتمادی کامل دارم. زیرا به اتحاد و سرجمی، وحدت ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و سعی و تلاش خستگی ناپذیر هر یک فرد جامعه اعتماد و اطمینان دارم. خوب میدانم که ما با چنین مردم وطن دوست و زحمتکش تمام نیت و نقشه های نیکمان را در سالهای نزدیکترین عملی می‌گردانیم و تاجیکستان عزیزمان را به یک کشور پیشرفته و نیرومند و آباد و سرسبز تبدیل می‌دیم. در این جاده پرشرف به کل مردم شریف تاجیکستان و همه شما حاضرین گرامی تندرستی و برای کار آرزو می‌نمایم. با استفاده از فرصت تمام مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی امان و همه شما حاضرین ارجمند را به مناسبت سال نو میلادی 2025 که حالا ما در آستانه آن قرار داریم صمیمانه تبریک میگویم. به هر یک خاندان مردم فرهنگی و تمدن ساز تاجیک خوشبختی، خانه آبادی و اقبال نیک آرزو می نمایم. سلامت باشید. تاجیکستان و پیش!